یک جمعه دیگه رسید و توی هوای سرد پاییزی دل رو زدیم به جاده. این بار رفتیم به سمت مازیچال. با گروه خوب طبیعتگردی تونکا همراه شدم که مدیریت این مجموعه رو آقای کامبیز زبردست بر عهده دارن. یه جوون فوق العاده دوست داشتنی. دوستای گلمون با 6 تا مینیبوس به سمت مازیچال حرکت کردن و من برای اجرای تم پاییزی که در نظر داشتم با ماشین شخصی خودم رفتم. وقتی به اوایل جاده مازیچال رسیدم، زیبایی اطرافم منو مجذوب خودش کرد. بی خود نیست که میگن پاییز پادشاه فصل هاست. خدای من چقدر اینجا زیباست. امروز مازیچال خیلی شلوغ شده بود چون اکثر گروه‌های طبیعتگردی هم اومده بودن. این ماه از سال واقعا این جاده رویایی میشه. بعد از 1.5 ساعت رانندگی به مقصد مورد نظرمون رسیدیم. بعد صرف یه صبحونه مفصل، اونم با دستپخت خودم، بچه‌ها بساط آتیش رو فراهم کردن. ایشون آقا ماهانه، یکی از لیدرهای زحمتکش گروه تونکا. بچه‌ها زحمت کشیدن و کلی چوب جمع کردن. البته چوبای خشک جنگلی. ماها بیشتر باید حواسمون باشه که به طبیعت آسیبی نرسونیم. داداشم گرم. واقعا من نمیدونم این همه زیبایی رو چطور وصف کنم. آیا دوربین من نشانگر این همه زیبایی هست یا خیر؟ دیگه وقت این رسیده بود که تم پاییزی خودم رو اجرا کنم. برای این کار این میز صندلی چوبی 2 نفره رو با خودم آوردم. کارم هنوز به اتمام نرسیده بود که بازار عکاسی داغ شد. موقع عکاسی کردن یکی از انارهای سبدمون به سمت سراشیبی جنگل رفت و این دوست عزیزمون زحمت کشیدن و انار رو برامون آوردن. اینم شد نتیجه کارمون. به نظر شما زیبا شد؟ البته جا داره تشکر کنم از یکی از همنبردامون که به مناسبت تولدشون این شیرینی و شمع رو روی میز ما گذاشتن و زیبایی میزمون رو چند برابر کردن. تولدتون مبارک. ای کاش شما هم بودین و کلی عکسای یادگاری با این میز صندلی زیبا و این میوه‌های پاییزی میگرفتین. مثل همیشه بازار تردد ماشین‌های آفرودی تو این جاده داغ بود. البته خودم یکی از آرزوهام اینه که همچین خودرویی داشته باشم، چون خیلی جاها برای کمک به دیگران میتونی از این ماشین استفاده کنی. دوستای عزیزمون لحظات شادی رو کنار هم دیگه می‌گذروندن تا اینکه وقت نهار فرا رسید. زغال آماده کردیم و من مثل همیشه جوجه ترش رو انتخاب کردم، ولی دوستای ما جوجه کباب زعفرونی هم آورده بودن. بعد درست کردن کباب سفرمون انداختیم و همینطور خودمونی غذامون رو میل کردیم. این دوستای عزیزمون هم از فرصت استفاده کردن و این کوکتلای خوشمزه رو اینجا کباب کردن. علی آقای گل با صدای زیباشون هممون رو به وجد آوردن. در کنارش نباید از هنرمندی احمد آقای عزیز بگذریم که واقعا استادانه تنبک می‌زدن. همیشه ساز دلت کوک باشه احمد جان. تا وقتی که چای دم بیاد من شروع کردم زباله‌های اطرافمون رو جمع کردم، برای اینکه همه ما در قبال زمین مسئولیم و طبیعت بدون زباله زیباست. مرسی داداش. تو گروهمون هنرمند زیاد داشتیم که یک از دوستای عزیزمون این اسپیکر رو ساخته بود. شاید باورتون نشه، با یک کلمن آب و باندهای ضبط ماشین و منبع انرژی که خودشون به این اسپیکر وصل کرده بودن، واقعا خروجی فوق‌العاده‌ای داشت. ساعت نزدیک 4 بعد از ظهر شده بود و مه همه جا رو فرا گرفته بود و بچه‌ها کم کم آماده رفتن می شدن. من قبل از رفتن یه آبی گرفتم و آتیشی رو که درست کرده بودیم و خاموش کردم. البته ما جای آتیش کردیم که قبلا اونجا آتیش کرده بودن. ما در همه حال باید حواسمون به زمین باشه. موقع برگشتن با چالش‌های زیادی روبرو شدیم. بماند که ماشین من چیزی حدود 20 دقیقه تو گل گیر کرد و با کمک بچه‌های گروه کوهنوردی تونکا ماشینم بیرون کشیده شد. خاطر مه گرفتگی شدید جاده با دنده 1 و سرعت 10 کیلومتر در ساعت حرکت کردم. خوشبختانه بچهای گروهمونم با مینیبوس‌های خودشون صحیح و سالم به سمت شهرشون رفتن. و در پایان جا داره تشکر ویژه کنم از جناب کامبیز زبردست که یک روز فوق‌العاده زیبایی رو برامون رقم زد و بهتون پیشنهاد میکنم در برنامه‌های بعدی این گروه با ما همراه باشید و در انتها در این جاده رویایی با موزیک مورد علاقه خودم از این همه زیبایی لذت بردم. امیدوارم از این ولاگ لذت برده باشید. تا درودی دیگر بدرود. اصلا نجیب میه که بالم دراری عشقم، من فکر بکنم اصلا آدم نباشی.